ایرانیان یکی از قدیمی‌ترین فرهنگ‌های جهان را دارند. ایران در برهه‌ای از زمان یک قدرت جهانی غالب بود و به همین دلیل سرزمین پارس که اکنون با نام ایران شناخته می‌شود مستقیماً بر فرهنگ‌ها و مردم ایتالیا، یونان، روسیه و بسیاری دیگر تأثیر گذاشته است. خب بچه‌ها چه خبره؟ من لروی کنتون هستم و به یک قسمت دیگه از واقعیت‌های صعب خوش اومدید. خب من یه سری حقایق خیلی جالب و غافلگیر کننده در مورد ایران دارم، پس بیایید یه راست بریم سراغش باشه. اولین چیزی که باید روشن کنم این است که ایرانی‌ها عرب نیستند. ایرانی‌ها عرب نیستند. کاملاً درست است. اغلب اوقات مردم آنها را با کشور عربی همسایه‌شان عراق اشتباه می‌گیرند. حتی امروز مثلا در تلاش برای جدا کردن خود کسانی که با دولت فعلی ایران مخالفند همچنان خود را فارس می‌نامند. کاملاً جدا، کاملاً متمایز از اعراب باشه. فقط لازم بود اینو روشن کنم. نکته بعدی جمعیت ایرانه. در زمان فیلمبرداری 83 میلیون نفر بوده.